آنهایی که دیروز امروز دعوای مسلمانی میکنند از خدا و رسول گپ میزنند چگونه دوشنبه را به کام آتش انداختند، چگونه خطلان زمین را به خاک یکسان نمودند، چگونه هزاران مادران را زنده به زنده کشتند، کودکان را زنده یتیم نمودند و آن از روی نقل شاهدان، از روی گفته ها، از روی شنیده های ما برمی آید که چگونه مسلمانی نامسلمانی در تاجیکستان رخ داد که حتی اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی چندین نفر هم صحبت می شویم ابراز داشتن که این جهالت، این دهشتی که حزب نسلی اسلام در وقت کشتار سابق کمونیستان و زیایان کشور به عمل آوردن، حتی فاشیستان نیست با چنین طرز انسان را نکشته بود. این حزب تروریستی از اول تا امروز یک مقصد، یک مرام به سر قدرت آمدن، جمهوری اسلامی ترتیب دادن، تشکیل نمودن و باز به جهالت و کشتار و قتل دست زدن.